اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قرآن کلام خداست، کتابی که انسان را از زشتی‌ها و پلیدی‌ها و تاریکی‌ها بیم می‌دهد و عشق به راستی و خداوند متعال را در وجودتان زنده می‌کند. یاد می‌دهد پرهیز کنید از آنچه مرگ شما در آن است. یاد می‌دهد از گناهان دوری کنید، چرا که رفتن به سمت گناه شتافتن به سمت مرگ است. و انسان می‌آموزد که راه گناه رنجی بزرگ و سوزی جانگداز به همراه دارد. می‌آموزد که خدا بخشنده و مهربان است و توبه پذیر است. اگر به راستی بخواهی توبه کنی و به سمت او برگردی، او توبه پذیر است. می‌آموزد چگونه زنجیرهای اسارت و بندگی گناه را رها کرده تا روحتان با شما وداع نکرده و خدا مهر خود را بر شما فرود نیاورده توبه کنید و به خداوند بازگردید. با سلام خدمت همگی بینندگان کانال مفاتیح الاسرار. موضوع این قسمت از برنامه کانال مفاتیح الاسرار در مورد دستورالعمل قرآنی و بسیار مجرب باطل سحر و دفع چشم زخم که در نوع خودش یک دستورالعمل کامل و جامع هست و بارها به تجربه رسیده و طی سالیان آشنایی با خواص قرآن این دستورالعمل از لحاظ ابطال هر نوع سحر و چشم زخم کارایی خیلی خوبی داره. آیه ای رو که ملاحظه میکنید برگرفته از قرآن کلام خداست که در سوره مبارکه اعراف است. ابتدا از روی قرآن آیات رو نشون میدم که کامل به موضوع آیات آگاهی داشته باشید. قرآن کلام خدا، کلام خاتم الانبیا، کلامی که خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی از جبرئیل امین دریافت کرد و باعث راهنمایی انسانها شد. قرآن معجزه بزرگ حضرت محمد که به ما می آموزد آخرین پیامبر خدا حضرت محمد است و بعد از او تا پایان تاریخ پیامبری نخواهد آمد. کتابی که راه رسیدن به حقیقت، انسانیت، بزرگی، شرافت را تا روزی که بشریت برقرار است را درس و آموزش می دهد. قرآن کلام خداست، کلامی که او به جبرئیل فرستاد و جبرئیل آن کلام را بر روح پاک و مبارک حضرت محمد
نازل کرد. سوره مبارکه اعراف آیه 31 و 32 از یا بنی آدم تا یعلمون. این آیات رو با زعفران و گلاب یا همون محلول نوشتن دعاها در هر ساعتی هر روزی میتونید بنویسید. هیچ نوع محافظت یا دعای دیگری احتیاج نداره. این دستور برای همگی هست. هر کسی میتونه این دستور رو بنویسه و مجاز برای خودش، خانوادهش، دوستان، اطرافیان بنویسه. اینو با زعفران و گلاب بنویسید و در آب شسته تا کامل محو بشه. طی 3 روز از این آب بنوشید. برای چشم زخم، آثار سوء چشم زخم، 1 نسخه بنویسید همراه شخص و 1 نسخه هم در آب حل کرده. شخصی که اثر چشم زخم به اون اصابت کرده بنوشه. انشاءالله به یاری خداوند در عرض کمتر از 1 هفته آثار کامل سحر و جادو و چشم زخم برطرف خواهد شد. از خداوند بزرگ و متعال خوشحالی، پیروزی و سربلندی همه عزیزان را خواهان و خواستارم. از خداوند بزرگ میخوام که همیشه شاد و پیروز و سربلند باشید و همیشه رزق و روزیتون برقرار باشه. درهای خوشبختی همیشه به روتون باز باشه و هیچ وقت غم و غصه به زندگیتون راه پیدا نکنه. از خداوند بزرگ میخوام که همیشه شاد، موفق، پیروز، هر جا که میرید خوشحال و خندان و با آبرو و سربلند باشید. خدا یار و نگهدار همه شما.